امروز خیلی خوب نیستم. در واقع اصلا خوب نیستم. تنها خوشحالیم اینه که کلاس بعد از ظهرم میتونم برم اگه مشکلی پیش نیاد و شاید اون کلاس بتونه یه ذره بهم کمک کنه. اما گاهی وقتا ما یه کاری میکنیم، یه حرکتی میزنیم، یه حرفی میزنیم که بعداً به نتیجه میرسیم که اشتباه بوده، نباید انجام میدادیم. درسته که خیلی درست و غلط وجود نداره و در نهایت تصمیم ها چه گفت همشون درسته، اما یه جاهایی به نظرم اون تصمیمی که میگیریم که شاید بعدا نتیجهش باعث بشه که درست بشه میشد متفاوت از اون هم باشه، یعنی میشد به یک شکل دیگه هم انجام بشه. به نظرم راه حل تصمیم درست و غلط معمولا تصمیم ها اکثرا درسته، مگر اینکه تصمیمی بگیری که قراره یه درسی ازش بگیری. شاید به اون هم بگیم اشتباه، اما تا همونجا بلد بودی، بیشتر از اونو نمیدونستی و تقصیر تو نیست. اما منظورم اینه که راه حل درست و غلط ولی وجود داره. یعنی من یه کاری رو میخوام انجام بدم و از یه راه حل اشتباه میرم انجامش میدم. این هست. برای همین باید یه ذره فکر کنیم، یه ذره خودمون رو، یعنی اون حرفی که میخوایم بزنیم، اون کاری که میخوایم بکنیم رو بسنجیم، ببینیم که اگه اینجوری باشه چی، اگه اونجوری باشه. یه تجربه‌ای که دارم این چند وقت خیلی برام بولد شده اینه که خیلی حس میکنم که روزها و اتفاقات زندگی رو قبلا تجربه کردم و میبینم. یعنی این نیست که فقط یه سکانس باشه. من یک شب کامل رو دیدم که تجربه کرده بودم قبلا. حتی انقدر شکم زیاد شد که از اون آدم پرسیدم، گفتم واقعا ما قبلا اون کارو نکردیم؟ واقعا ما قبلا این تغییر دکوراسیون رو انجام نداده بودیم؟ حسای عجیبی دارم این چند روز، حسای اکثرا منفی. نمیدونم چجوری میخوام ازش بیام بیرون، ولی اگه راه حلمو پیدا کردم حتما باهاتون به اشتراک میذارم. خیلی خوب نیستم، سرحال نیستم. زندگی همینه دیگه، یه به اصطلاح نموداره که گاهی میره پایین گاهی میاد بالا. اون لحظه که خیلی بالاه، خیلی هیجان انگیز، یعنی خیلی خودم رو رها نمی کنم که دیگه فکر کنم دیگه اینجا اوج داستانه و من تموم. اونجایی هم که خیلی پایینه سعی میکنم خیلی گله نکنم. گله میکنم، ناراحت ناراحت میشم که چرا انقدر پایینه، اما میدونم که این پایینه یه بالا هم داره و اینو باهاش کنار اومدم که زندگی در تعادله. یه جاهایی خیلی بدی، خیلی پایینی، یه جایی دوباره میای بالا و خوب میشه. امروز با من همراه باشید، چون جاهای امروز یه کلاسی هست که من میرم، الان هیچ نمیگم راجبش. اگه شد یه سری تصویر میگیرم ازش در حد کوتاه و همین. شاید کلاس، شاید آدمای کلاس نجات دهنده باشم، چون خیلی کمکم کردم. شاید هم
نمیدونم، بعضی وقتا حس میکنم که وقتی حالم اینجوریه، یعنی مثل الان، حس میکنم نزدیک به آپدیت زندگیم و باید یه بگذرم از این مرحله که دوباره انگار چیزهای جدیدی رو تجربه کنم. اما نمیفهمم آپدیت یا چالشه. برای همین البته جفتشو خودم صدا زدم و هیچ مسئله نیست. امروز خیلی دارک و تاریکه ولی هوا روشن و زیباست. خوبی زندگی اینه که روزهای دارک و تاریکش هم میگذره. موندگار نیست دیگه. اینکه موندگار نیست کلا در جریانه، این خوبه. حالا من دارم کلاس، اولین باره شاید بتونم کلاسمو بهتون نشون بدم، شاید هم نشه، ولی اگه بشه خوشحال میشم. ظهر خیلی سیاه بودم، الان یه مقداری حالم بهتره. از زندگی هم در جریان دیگه. میگم بهترین آپشنی که زندگی داره اینه که هر وقت بخوای هم میتونی تغییرش بدی مسیر رو، همینه که در جریانه. باز این هم خیلی خوبه. بریم ببینیم چی میشه. میترسم از این کشور خواسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خو زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشم. من که حالا بیشتر توی تهران زندگی کردن میدونن که گوشی دست گرفتن به این حالتی که من گرفتم و دارم ویدیو میگیرم ریسک سنگین. اما خب هر چیزی تقاسی داره دیگه. حالا من البته سعی میکنم بیشتر توی جایی که خلوت‌تر و سیفتره گوشیمو دست بگیرم به این حالت، و بقیه جاها اگر میخوام ویدیو بگیرم یه ذره حواسم باشه. تو باز امنیت بیشتره، صدای مترو میاد. افسار پریشونی من دست خودم نیست، جن رفته در این شعر، در این وزن عروضی. بوی شیرینی خیلی دوست دارم. تو مترو به این نقطه که میرسم بوی شیرینی میاد، نمیدونم هم از کجا. بریم کلاس تینا، دیر شد. یه سنگ توی کفشت باعث میشه نتونی راحت راه بری. سنگ توی کفش کسی نباشید. یه نفر اومد پرسید که چرا فیلم میگیری؟ واقعا دلم میخواست یه جور دیگه جواب شد. من گفتم صرفا برای خودمه. خیلی عجیبه ما خودمون، نمیدونم بگم پلیس هم دیگه، بگم چیه هم دیگه. این مثلا این ویدیویی که من دارم میگیرم
چه اتفاقی قرار رقم بزنه که تو با نگرانی از من میپرسی چرا داری ویدیو میگیری؟ تازه اصلا تو ویدیو منم نبود ایشون، صرفا بغلم داشت راه میرفت. رهاش کن، اشکال نداره، انرژی بدم هست. این کوچه کلن مورد علاقه منه، خیلی کوچه باحالیه به نظرم، دوستش دارم. مود خونه هاشو، نمیدونم، مود کوچه‌شو، طباخی. Erst känner från polisen, sen känner från MGF, sen känner från... چی کاره؟